سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی را میبینید. امروز دوشنبه 29 ایول است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 30 درجه می رسد. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم است و پیش بینی می شود حرارت تا 41 درجه برسد. بیننده ارجمند، برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز می کنیم. بر اثر چپه شدن یک تپه در کان طلای شکنوف در ناحیه خوالینگ دو ساکن ولایت ختلان جان باخته، یکی با جراحت‌های وزنین در بیمارستان جماعت شکنوف بستری شده است. همصحبت رادیو آزادی از مقامات انتظامی منطقه کولاب روز 29 ایول گفت که فرو رفتن کوهپاره ساعت‌های 15 به 16 27 ایول در قطعه کارخانه طلای تاجیک رخ داده است. در نتیجه باباجان فیض‌الله‌یف ساکن شهر کولاب و دلشاد خداییف ساکن ناحیه 5 به هلاکت رسیده، یک نفر دیگر مجروح شده است. تفتیش اولیه قضیه ثابت کرده است که هنگام کار کوهپاره فرو می رود. اکثر کارمندان از محل حادثه فرار می کنند، اما 3 نفر زیر سنگ و خاک مانده، 2 نفر هلاک و 1 نفر دیگر زخمی می شود. این بار اول نیست که کارگران در کان طلای شکنوف بر اثر لغزش کوهپاره به هلاکت می رسند. سال گذشته نیز برادران طاهر محمدوف و دلشاد محمدوف بعد چند ساعت جستجو از زیر خاک بیرون آورده شده، جسدهایشان به نزدیکانشان سپرده شده بود. این برادران نیز هنگام کار در قطعه در زیر کوهپاره مانده بودند. در جماعت شکنوف ناحیه خوالینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. در اینجا در حال حاضر 2 شرکت به استخراج طلا مشغولند. در برابر این بیش از 1000 ساکن خوالینگ و دیگر ناحیه‌های ولایت در این موضع طریق دستی به طلاشویی مشغول می باشند. کارکرد طلای شکنوف هنوز در آخرهای عصر 19 زمان حکومت پادشاهی روسیه آغاز شده بود. در زمان پایبرجایی شوروی طلای این موضع کار کرد میشد و مستقیم به روسیه انتقال می‌یافت. مسئولان میگویند هنگام جنگ شهروندی شکنوف با زور سلاح مال قماندان ها بود و ایشان از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات هم نمیدادند. اینچنین در این موضع طی 2 سال اخیر 5 کارخانه کارکرد طلا دیگر مجوز فعالیت گرفتن نتوانستند و بعدی از کار ماندن کارخانه آنها صاحب ملکانی دیگر مجبور شدند اکثریت کارمندانشان را جواب دهند. اما حادثه های هنگام کارکرد طلا زیر خاک ماندن ساکنان بار اول نیست که در این منطقه به وقوع می‌پیوندد. ده‌ها زندانی افغان که سالها باز در تاجیکستان پشت پنجره زندان بودند امروز برای ادامه ادای حکم به افغانستان انتقال داده شدند. سید معصوم بدخش نماینده سفارت افغانستان در دوشنبه که در جریان سپردن محبوسان به دست مقامات همسایه کشور حضور داشت روز 28 ایول به رادیو آزادی گفت که 80 محبوس را نصف روزی در گذرگاه 5 پایان به دست مقامات افغانستان سپردند. به گفته دیپلمات افغان تعداد از شهروندان افغانستان که پرونده هایشان در دادگاه های تاجیکستان بررسی می شود در بازداشتگاه ها ماندند و بعدی پایان یافتن مقررات دادگاهی ممکن است آنها را نیز به افغانستان بسپارند. تاکنون بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شدند. سید معصوم بدخش به رادیو آزادی گفت که اکثریت شهروندان افغانستان برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی مرز جزا گرفتند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادر دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. پلیس شهر مسکو در نزد شفاخانه محبسی که در آن پیشوای مخالفین الکسی نوالنی معالجه می شود یک گروه عبارت از 20 نفر را پراکنده نموده یک ژورنالیست را بازداشت کرد. طبیب نوالنی میگوید احتمال در جسم او تاثیر ماده نامعلوم کیمیایی مشاهده شود. در شبکه توییتر نوار تعقیب اعتراضگران از سوی پلیس جای داده شده است. صبح 29 ایول تلویزیون اینترنتی داشت خبر داد که در نزد درآمدگاه شفاخانه روزنامه‌نگارش بازداشت شده است.
طبیب نوالنی آناستاسیا واسیلیوا و دکتر قلب یاروسلاف اشیخمین روزی یکشنبه با نوالنی صحبت کوتاهی داشتند. واسیلیوا از احتمال دور نمی‌داند که نوالنی را زهرآلود کردند. او پیشنهاد کرده است که جای خواب، پوست و موی سری نوالنی از آزمایش کیمیایی گذرانیده شود. مقامات انتظامی روسیه تقریباً 1300 تظاهرگر را دستگیر کردند که می‌خواستند در راهپیمایی به اجازه در شهر مسکو شرکت ورزند. اوید اینفو، یک سازمان غیر حکومتی روسیه، شماره بازداشت شدگان را 1007 نفر نامید، اما دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که به صورت عموم 1074 تن را بازداشت کرده است. این نهاد میگوید در تظاهرات 3500 نفر شرکت کردند که 700 تن آنها خبرنگاران، نواربرداران و بلاگرها بودند. اعتراض مردم از قرار مقامات روسیه است که به چند از نمایندگان مخالف دولت اجازه ندادند در انتخابات موسکوردوما یا مجلس شهر مسکو شرکت کنند. انتخابات ماه سپتامبر امسال برگزار می شود. حالا معرکه پیشبری نامزدها ادامه دارد. مقامات انتخاباتی گفتند که نامزدهای مخالفین برای ثبت نام در انتخابات به قدر کافی امضا جمع آوردن نتوانستند. به گفته مخالفان این یک بهانه برای راه ندادن نامزدی آنها به مجلس شهری است. پیش از آغاز راهپیمایی مقامات پلیس مسکو 10 نفر از جمله نامزدها با وکیل ایوان ژدانوف، ایلیا یاشین و دمیتری گودکوف را دستگیر کردند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه مردم را به تظاهرات دعوت کرده و گفته بود تا زمان نامزدها را به انتخابات راه ندهند آنها تظاهرات را بس نمی‌کنند. خود او را روز 24 ایول برای دعوت به راهپیمایی‌های غیرقانونی به 30 روز زندان محکوم کردند. در نتیجه بمبگذاری و تیرپرانی بعد از آن در نزد اداره امرالله صالح 20 نفر کشته شدند. امرالله صالح به حیث نایب پرزیدنت همراه با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان مبارزه می‌برد. روز 29 ایول وزارت بهداشت افغانستان گفت که در روز اولی معرکه انتخابات پرزیدنتی افغانستان 50 نفر دیگر جراحت برداشتند. حمله به قرارگاه صالح روز 28 ایول در نخستین روز معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری صورت گرفت. خود او به آسیب از محلی حمله بیرون آورده شده است. کسی تا هنوز مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. حادثه چند ساعت بعد از آن به وقوع پیوست که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آغاز کارزار انتخاباتی خبر داد. در انتخابات 17 نفر برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهوری رقابت می‌کنند. ضد معاون رئیس ناحیه یکباغ ولایت قشقدرهای ازبکستان در امور ساختمان منصور تویمایف پرونده جنایتی باز شده است. تویمایف در انجام عملهای ایبدار می شود که از صلاحیت او بیرون بودند. در این باره آژانس اطلاعات و ارتباط عمومی ماموریت پرزیدنت ازبکستان خبر می دهد. پیشتر خبر دادند که 20 ایول در ناحیه یکباغ صاحبکار محلی بهرالدین اساموف معاون رئیس ناحیه را که میخواست فروشگاه نوی دو آشیانه و سیخش را تخریب کند با بنزین آتش زده است. به گفته شاهدان منصور تویمایف که در همراهی با کارمندان حفظ حقوق برای تخریب فروشگاه رفته بود، پس از خودداری راننده بولدوزر از اجرای فرمان خواست بنا را خودش تخریب کند، ولی صاحبکار با سر و روی او بنزین پاشیده او را آتش زده است. شاهدان حادثه زود آتش را خاموش کرده تویمایف را به بیمارستان بردند. به گفته شاهدان صاحبکار بعد ناامید شدن از دریافت جبران پولی دست به این کار زده است. با آگاهی آژانس اطلاعات و ارتباط عمومی ماموریت پرزیدنت ازبکستان پس از آموزش قضیه رئیس و دادستان ناحیه یکباغ شهرمراد دونایف و جمشید خلیلوف از مقام برکنار شدند. گزارش مفصل را بیننده عزیز در این باره در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامانه www.azadi.org می توانید ببینید. بیننده ارجمند، در این نشر نوید بامدادی همچنان خبری هم داریم از عالم ورزش. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا عاید به جودو میان نورسان که روزهای 27 و 28 ایول در تایپی چین برگزار شد 3 مدال به دست آوردند. پهلوان نورسی تاجیک غنی جان غنیف در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو صاحب مدال طلا گردید. او با رقابت از دور 4 نهایی شروع کرده با دنی واجنیکویچ از استرالیا دست بالا شد. در نیم فینال بر او چو چین لیانگ از تایپی چین غالب آمده به فینال برآمد. غنی جان در دور نهایی بر نماینده قزاقستان
سرقبال یستای دست بالا شده برای جای اول به مدال طلا سرفراز گشت. دو مدال برنجی را منصور رحمان در سبقت پسران در وزن زیر 90 کیلو و اهلیه مومینова در رقابت ها میان دختران در وزن زیر 52 کیلو به دست آوردند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر میکنیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی که برای امروز از جانب بانک ملی مقرر شده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 51 درم و 1000 روبل روسی 149 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.